کرد و این بازی از ابتدا در ترکیب قرار گرفته. مندش حرکت کرده، سانتش انجام میشه روی دروازه، از مقابل پای رونالدو عبور میکنه توپ و چقدر تر کانسلو خودش جلو میره، سانتش انجام میشه و گل برای کریستیانو رونالدو. تاریخ سازی میکنه CR7، 6 جام جهانی. اصلا نونو مندش میزنه و گل دوم نونو مندش به ثمر میرسونه. 2-0 حرکت از برونو فرناندز، موقع به بازیکن پرتغال داره ایجاد میشه اون سمت، یه پاس عالی برای کریستیانو رونالدو، ضربه رو میزنه و این هم گل بعدی. 3-0 کریستیانو رونالدو ارزش‌های خودش رو بازم نشون میده اصلا. یه حرکت قشنگ دیگه از سمت راه، چقدر چشم‌نواز بازی میکنه پرتغال. یه ضربه چی پنالتی بود یا نه؟ بیرون میره. کریستیانو رونالدو عبور میکنه، میره، حالا توپو میندازه برای خود رونالدو. برونو فرناندز به دهانه دروازه و توپ گل شد. گل به خودی برای پرتغال. چیکار کردن؟ چقدر هوشمندانه دارن کار میکنن روی توپای. یه لحظه اشتباه اونجا موقع بازیکن پرتغال و توپو کنسیساو، برونو فرناندز و این ضربه از او که دادن در آستانه رقابت‌های جام جهانی. معلوم بود که نمیرسه با اون مسئولیت طولانی. سمدو پاس عرضی او رافائل لیاو و این هم گل پنجم. توپو به تاق دروازه میکوبونه رافائل لیاو و حساب کارو 5 بر مندش. چقدر قشنگ، چقدر چشم نواز، توپ میاد روی دروازه، نرسید به